طبق قانون عفو شخصانی که از بی احتیاطی جنایت کردن یا بار اول دست به جنایت‌های نچندان وزنین زده تا 5 سال زندانی گشتند از ادای جزا پرره آزاد کرده می‌شوند. اینچنین مهلت باقی مانده حبس آنهایی که برای جنایت‌های وزنین محکوم شدند از 3.1 حصه و جنایت‌های مخصوصاً وزنین از 4.1 حصه کم کرده می‌شود. سند عفو آنهایی را که برای قاچاق مواد مخدر به مقدار کم پس پنجره رفتن نیز فرا خواهد گرفت. در قانون عفو آمده است شخصانی که با گناه مبلغ گذاری تروریسم متهم شدند شامل عفو میشوند اگر به شرطی که مبلغ گذاری تا 1000 سومانی یعنی برابر به تقریبا 100 دلار آمریکا باشد. همچنین مهلت حبس کسانی که از جمله برای افراطگرایی، عضویت در سازمان‌های ممنوع و تعلیم غیر قانونی دین از آزادی محروم کرده شدند 3 سال کم می شود. استثناء این است که اگر در پرونده چنین محکوم شده ها ماده های دیگری کودکس جنایی از جمله کشتار، زرخریدی و شرکت در جنگ کشورهای دیگر نباشد. با نظر داشت طلبات معیارهای مقرر نموده قانون مذکور زنان، نابالغان، مردان از 55 ساله بالا، معیوبان، شخصان گرفتار بیماری‌های وزنین، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصانی با آنها برابر کرده شده اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت‌ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و برطرف‌سازی عاقبت‌های آن ضرر دیدند، شخصانی که مکافات‌های دولتی دارند و شهروندان خارجی از ادای جزای محروم ساختن از آزادی و از ادای دیگر جزاها آزاد کرده می‌شوند. در حال حاضر در زندان‌های تاجیکستان بیش از 500 زن نگاه داشته می‌شوند. از این تعداد تقریباً 250 نفر پرره آزاد و مهلت حبس باقی مانده ها 3 سالی کم می‌گردد. از 134 نابالغی که ادای جزا می‌کنند 99 نفر به آزادی خواهند برآمد. طبق قانونگذاری تاجیکستان تطبیق قانون عفو نسبت به هر محکوم شده در علاهیدگی و با نظرداشت پرونده همان شخص تطبیق می‌شود. حالا معلوم نیست که قانون نسبت به مخالفان و فعالان زندانی حکومت نیز اجرا خواهد شد یا نه، اما در گذشته بر اساس قانون عفو مهلت زندانی تعداد انگشت شمار آنها کم شده بود. مقامات تاجیکستان و نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی و چهره‌های شناخته که در دایره پرونده تبادلات از آزادی محروم شدند تا حال نگفتند که آنها شامل قانون عفو می‌شوند یا نه. سال 2024 در تاجیکستان گروهی کلانی از منصبداران، سیاستمداران سابق از جمله معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات شاکر جان حکیموف به مهلت طولانی زندان محکوم شدند. دادگاه گفت که آنها برای خیانت به دولت و تهیه نقشه غصب قدرت جزا گرفتند ولی خود آنها و نزدیکانشان همه گونه خلافکاری را رد نمودند. جنایت‌هایی که این افراد در صادر کردنش گناهکار دانسته شدند از طرف حکومت از جمله عضویت در سازمان‌های ممنوع و قصد تبادلات به گروه جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین شامل می‌شوند. قانون نو عفو آزادی این گونه محبوسان را پیش بینی نکرده احتمال مهلت حبسشان را کم می‌کند. از جمله انتظار می‌رود که مهلت حبس روزنامه‌نگار زندانی رخشان حکیمووا همچون زن تا 3 سال پایین آورده شود و اتهام مقامات را اعتراف نکرده است. شخصانی که به حبس ابد محکوم شدند شامل قانون عفو نمی‌شوند. مخالفان حکومت در بیرون از تاجیکستان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی همواره مقامات تاجیکستان را برای زندانی کردن تعداد زیادی آدمان و آن هم به سال‌های طولانی تنقید می‌کنند.